السلام علیکم بینندگان عزیز. شبکه آسیای مرکزی برنامه اطلاعاتیش را حسنی آغاز می‌باشد. با شما در استودیو بیکرمانی قرار دارم و حالا برایتان مهمترین سرخط اخبار روز را پیشکش می‌نمایم. پرزیدنت امان الرحمن با گنرال و افسران و سربازان قوای مسلح ملاقات کرد. اظهارات دپارتمنت دولتی آمریکا عاید به بازداشت اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. تأسیس کمیته دفاع و از مسئولین بازداشته حزب نهضت اسلام. مجازات برای جادوگری شدیدتر می شود. روندی به جنگ‌های خاورمیانه رفتن شهروند تاجیک کاهش یافته است. زائرین تاجیک در هزیام مکه آسیب ندیدند. با 4 تلویزیون دولتی باز یک شبکه دیگر همراه می شود. امان الرحمن با گنرال و افسران و سربازان قوای مسلح به خاطر انجام عملیات مخصوص ملاقات کرد. رئیس جمهور در سخنرانیش عموما از گروه حاجی حلیم نام نبرد، اما آنها را خائنان و دشمنان دولت و ملت تاجیک نام برد. طبری گفت کردار ننگین خائنانه از جانب گروه تروریستی طبق نقشه پیشکی با مقصد خلدار نمودن زندگانی آرام آسوده ساکنان کشور و ضربه زدن به پایه دولتی صاحب استقلال دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی ما طرحی شده بود. امان الرحمن با اظهار خوشبختی تاکید داشته با شرافت جسارت دلیل حیاتی شخص قوای مسلح آنها به هدفشان نرسیدند. ذکر شد که در پس آنها خارجگان خارجی می ایستادند. پرزیدنت از نام خود و حکومت با شرکت کنندگان عملیات حصاری میانه‌داری کرد. با تاکید گفت که در نزد جسارت و جوانمردی شما و آنهایی که در این راه جان خود را قربان کردند سر تعظیم فرود می‌آوریم. رئیس جمهور ضمن واخوری با افسران و سربازان در عملیات ضد گروه حاجی حلیم اشتراک کرده به 122 نفر سربازان و شهروندان مکافات دولتی سپرده است. پرزیدنت همچنین با محروم رستم اماکیف، پالکونیک فرمانده پیشین گروه زودعمل الفا کمیته دولتی امنیت ملی که در این عملیات کشته شده بود، رتبه گنرال مایور داده است. رتبه با پدر اماکیف داده شده است. ایالات متحده آمریکا از تاجیکستان دعوت کرد که بازداشت‌های اخیر اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلام را در چارچوب عهده‌داری‌های بین‌المللی خود تفتیش کند. در این باره راب برشینسکی معاون یاور کاتب دولت ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه با خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفته است. به نظر نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا همچنین بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. برشینسکی در رابطه با درگیری مسلح اول ماه روان در مرکز دوشنبه و با دنبال آن بازداشتن یک عده رهبر حزب اسلامی تاجیکستان گفته است بستن گروهی که در جریان اصولآمیز سیاسی اشتراک میکند نتیجه منفی به بار میآورد. این حالت باعثی با وجود آمدن اکستریمیسم پرخشونت خواهد شد، ابراز داشته است این منصبدار. غیر از این با گفته معاون یاور کاتب دولت آمریکا در زمینه همکاری با تاجیکستان همیشه با مقامات این کشور مشورت داده است که از گروه اپوزیسیونی که فعالیت سیاسی صلح‌آمیز را انجام می‌دهد پشتیبانی کند. همزمان این مقام آمریکایی از تاجیکستان دعوت کرد بازداشت اخیر را که به دنبال خشونت‌های چند پیش انجام شدند مطابق با عهده‌داری‌های بین‌المللی خود تحقیق کند. در ادامه این موضوع دیروز در دوشنبه کمیته دفاع از مسئولین بازداشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس کرده شد. در این باره بزرگمیر یاروف وکیل مدافع 5 اعضای بازداشته شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به آزادگان خبر داده است. با گفته او مقصد کمیته به خاطر آشکار جلوگیری قانونشکنی علیه بازداشته‌ها تأسیس یافته است. یاروف اظهار داشته است که تا حال نزدیکان 5 نفر مسئول بازداشته از جمله محمد علی حییتوف، رازق زبیدالله، حکمت الله سیف الله زاده برای حمایت مراجعت کردند. حقوقشناس تاکید نمود که نخست برای رسیدگی به این قضیه با دادستان کل دیگر با نیازهای داخلدار و بعدا برای جمهوری تاجیکستان نیز مراجعت خواهند کرد. ما همین همش آموختیم و دیدیم برآمدیم به خلاصه اومدیم که اون چیزی که میگفتن که این آدما گرفتاری بودن هنگام گرفتن اینا رو بازداشتن و دیگر بودن حالتهای کار تماما حالتی برعکس نشون میدن که همه در خانه‌شون و تعلیم و تربیت فرزندانشون مشغول بودن و کارهای خوجه‌گیریشون مشغول بودن و اصلا در سر یکم نقشه یکم عملی هم نداشته بودن و در حالتها ما معلوم کردیم که حالتهایی شده بودن که وقتی که همه گونه کسکوبا رو میگذارن عموما یکم گونه سنگ عریف اجازه‌نامه‌ای که به طرف سود داده شد این وجود نداشت یا هنگامی که شخصا وقتی که رسما بازداشت میشوند در مدت 24 ساعت بعد که به واسطه و نزدیکان آنها معلومات داده شد اینا بازداشت شدن در فلان جا نگاه داشته شدن شخص مسئولی که پیشبرد پرونده در دست اون است همون وایدن
و نزدیکان اینا پیش اصلا به مقصد دستگیری نمودن همون دولت حقوق بنیاد دنیوی و دموکراتی که ما میگوییم و در این گونه دولت نباید مثلا بازداشت‌های غیرقانونی باشد، پاک‌کاپ‌های غیرقانونی باشد، به اساس مثلا دستگیری‌ها باشد، به اساس مثلا اموال یک حبس کردن باشد. یک کمیته جمعیتی تشکیل کردن. کمیته جمعیتی تا اون لحظه‌ای که آخران دستگیر شده به طریق قانونی آزاد کرده می شود عمل میکند. مقصد کمیته پیش از به رهبری دولت و مقامات سعودی و جامعه جهان و اهالی کشور رساندن آن معلوماتی که در اصل چگونه حالت به وجود آمده که در اصل همین افراد وطن دوست هستند و انسان دوست هستند، یگان مورد به این گونه نقشه و چیز نیاز نداشته. بعدا از ما صورتحسابی که شده داریم رقم‌های صورتحساب ما در فیسبوک جمع میکنیم و نظر داشتیم که مبلغ‌های اینا را طرف گرفته بردگی هستند. این شخصایی بودند که سرورای خوجگی بودند، سرورای خانه بودند، فرزندها و عائله‌هاشون دیگه مونده و همچنین برای دستگیر نمودن خط این صورتحساب ارزی و صورتحساب با چیزی ملی در ازبکستان شده شد. هر یک نفری که میخواد برای دستگیری کردن، برای جمع آوری دلیل‌ها و غیره میتونه یک مبلغ معین در اینجا ارسال کند. یعنی مقصد به جامعه جهانی و به مقامات دست جمعانه پیشنهاد کردن که همه این چیزی که میگوین نسبت به نادرست است و عملهایی که به وجود آمده در اصل عملهایی که ضد کمسانی بودن اینا به عمل آمده گردند. مجازات برای جادوگری شدیدتر می شود. مقامات تاجیکستان بنده را با قانون جنایی کشور میخواند وارد کنند که بر پایه آن افرادی که با جادوگری مشغولند تا 7 سال حکم زندانی میگیرند. مجازات شدیدتر علی سیرو جادو را با پارلمان پرزیدنت کشور پیشنهاد کرده است. مسئله وارد کردن علاوه بر بند مربوط به مجازات جادوگران در جلسه اخیر حکومت مطرح شد. تا حال سیرو جادوگری در تاجیکستان همچون حقوق ویرانکنی مأموری به شمار میرفت و نمایندگان این پیشه تنها با سپردن جریمه از تعقیب پلیس خلاص میشدند. یکی از مؤلفی تهیه لایحه تغییر علاوه به کدکس جنایی بر رادیو آزادی گفته است که سالهای اخیر مقامات حفظ حقوق شمار زیادی جادوگران را بازداشت کردند، ولی از بس که قانون تنها جریمه پیش بینی میکند بازداشت شده ها با پرداخت جریمه رها میشدند. این مقام گفت که همه این حالت با بازبینی قانون در رابطه با مجازات جادوگران سبب شده است. قانون ضد جادوگری در تاجیکستان سال 2007 تصویب و همه گونه فعالیت در این جاده ممنوع اعلان شد. طبق کدکس حقوق ویرانکنی مأموری کشور حالا افراد متهم به مقداری از 1200 تا 1600 سومانی جریمه میشوند. در دوام چند سال اخیر دهها پرونده مربوط به سیرو جادو در تاجیکستان رسانه‌ای و بیش از 1000 ساکن تاجیکستان برای مشغول شدن به سیرو جادوگری جریمه شدند. در داخل آن است که عادتا مثلا محابا خالدین میگن دوربین یا که یک نزید میگن آینده بین انمیخه مفهوم ها در حقیقت علمی پسیکولوژی نیست بلکه علمی پارپسیکولوژی هست. بیشتر باور میکنم با اون خاطر که در حقیقت یک عالم زنو شاوهر خانسیویر و میگم که هنگام تغییر دادن حالت شورناکی کس میتواند به همه گونه جسم به همه گونه ارگانیسم دخالت کند و این یا آن چیز را دیده تواند. این یعنی پریکوچی سیستم سازمانی میگویند و بخشهایی که مثال در دست دایره دارد یا شمانهایی که در دست چی دارند و مثلا همون حالت خاطری خودشان یک حالتی تغییر یافته شور میفرارند، حالتی دیگر خودشان میفرارند و از روی اینتویت میگن بسیاری آنها تغییر میبرند و این رو ساحه علمی کوانتوم فیزیک همین گپش‌های مغزی ترکیب وابسته میکنند. آنچه که مردم بیشتر باور دارند یک همه خردترین یک موفقیتی که میشد حالی مکانیزمش معین کردن شده مردم با فرق فهم میشود یک نتیجه نمیشود همه. روندی به جنگ‌های خاورمیانه رفتن شهروندان تاجیک کاهش یافته است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند با سوریه و عراق رفتن خواهشمندان از این کشور کند شده بازگشت جوانان تاجیک از جنگ‌های این دو کشور خاورمیانه برعکس در حال افزایش است. تبر رادیو آزادی با تکیه از یک منبع از مقام انتظامی خبر می‌دهد تا امروز نزدیک به 100 تن از شهروندان تاجیک از سوریه به مرزهای ترکیه به احساس پشیمانی به وطن برگشتند و ده‌ها نفر دیگر که نیز عزم بازگشت به تاجیکستان دارند به نزدیکان خود و یا به مقامات تماس گرفتند. مقامات تاجیکستان میگویند حالا در سوریه و عراق تقریبا 300 تن از اتباع تاجیکستان باقی ماندند.
با باوری منابع رادیو آزادی کاهش شماره جنگجویان تاجیک جمله در صف سازمان‌های تندروی چون دولت اسلامی در نتیجه معرکه‌های تبلیغاتی حکومت روی دست آمده است. در این حال مقامات نظامی روسیه خبر می‌دهد که از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیش از 5000 نفر از جمله 2600 نفر از آسیای مرکزی در سوریه و عراق و اساساً در صف گروه تندروی دولت اسلامی می‌جنگند. همزمان برخی از رسانه‌های روسیه درباره شرکت تا 700 نفر از تاجیکستان در جنگ‌های سوریه و عراق گزارش دادند. اما مقامات انتظامی تاجیکستان میگوید 500 نفری که از تاجیکستان در این جنگ‌ها شرکت داشتند نزدیک به 200 تن آنها کشته شده و حالا نه بیشتر از 300 نفر دیگر در سوریه و عراق باقی ماندند. در این حال دیروز سازمان ناظرین سوریه برای حقوق بشر که مقرش در لندن است خبر داد که یک گروه عبارت از 1500 نفر شهروندان چچنستان، ازبکستان و تاجیکستان در سوریه از گروه تندروهای دولت اسلامی برآمدند و با گروه جبهه النصره پیوستند. جبهه نصره که به اسامه بن لادن و رهبر کنونی القاعده وفادار مانده است، اینجا با یک دولت اسلامی یا داعش بر ضد ارتش سوریه می‌جنگند، ولی بعد اختلاف در سال 2013 این دو گروه به ضد یکدیگر برخاستند. جبهه النصره میگوید که 30% نیروی آن از خارجیان و از اروپا و آسیا، روسیه و چچن میباشند. به نظر کارشناسان بین المللی با تدریج با پیوستن چنین نیروها به شاخه جبهه النصره موقعیت دولت اسلامی ضعیف می شود. زائرین تاجیک در هیزیوم مکه آسیب ندیدند. کمیته دینی تاجیکستان در اظهارات اخیرش خبر داده است که شهروندان تاجیکستان در هیزیوم وادی مینای شهر مکه که باعث هلاکت بیش از 700 زائر شده است آسیبی ندیدند. طبق اطلاع نیاد 6300 زائر تاجیک که امسال خانه خود را زیارت کردند مراسم حج را انجام دادند و در نظر است 28 سپتامبر بازگشتشان به وطن آغاز شود. یادآور می‌شویم که دیروز 24 سپتامبر در جریان مراسم حج ضمن بیرون‌آیی زائرین از وادی مینا ازدیام به عمل آمده زیارت کنندگان یکدیگر را زیر کردند که در نتیجه 717 نفر هلاک و قریب 720 نفر دیگر زخمی شدند. طبق اطلاع مقامات عربستان سعود سال روان حدود 2 میلیون زائر از سراسر عالم برای ادای فرض حج به کعبه رفتند. با 4 تلویزیون دولتی باز یک شبکه دیگر همراه می شود. امروز در مجلس حکومت قرار آید به تأسیس مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش قبول شد. امان رحمان ضمن تصدیق اعضای نوی هیئت مشاور کمیته تلویزیون و رادیو آید به بهسازی برنامه‌های تلویزیون و دیگر مواد رسانه‌ای سفارش‌های مشخص گذاشت. تاکید کرد که زیبایی ناتکرار طبیعت تاجیکستان و تاریخ فرهنگی تاجیک باید با ذوق و سلیقه بلند و طوری شایسته انعکاس و معرفی کرده شود. پرزیدنت کشور با فعالیت تیوی ورزش هم توجه خاص دارید نموده با یادآوری از نشاندادهای روزافزون ورزشکاران تاجیک در منطقه و جهان دایر به تشکیل فعالیت خوب این شبکه نوی تلویزیون دستور سپارش‌ها داد. خاطر می‌شویم که طبق نقشه شبکه تلویزیونی ورزش ماه نوامبر سال روان با کار شروع خواهد کرد. اینجا به پایان برنامه اطلاعاتی امروز رسیدیم. سعادتمندی و پیروزی شما آرزوی همیشگی ماست. خداحافظ.